جناب اولی در همین برنامه خوب قید کردن که عمره حج نیست. حجی که در ماه قربان می شود حج فرضی فقط حج است. حج عمره یک سیاحت است. ولی حد درست است. برای این حج و داملو تاکید کردن که مردم مفهوم که حج عمره حج نیست، فقط حج فرضی است در ماه قربان می شود. برای این ببینید که خرافات به حد رسید است. بعد در بعضی محفل ها ما صحبت میکنیم میگیم که برای چی قدر چند بار حج میگه حسابش گم. میگم نمیشود که یک بیمار را یاردم کنیم در یک جای یک راه ساز یک مکتب یک اشیای خانیش بخرید یک کم بغل لباسش بخرید. این نمیشود. میگن که نگاه که خرافات همین است که حدیث ها را بافته میکنند. همین است گمراهی در اسلام. حدیث های بافته میبرند گپ های زیادی. همین میشود میگه که اگر که حج بسیار در قطار پیامبران فردا روز قیامت برمیخیزی. میگن نه کجا گرفتی تو؟ بله. از کدام کتاب؟ شو نویدی. انا می خرافات است. برای این میگه یک حج رفته میگه بیا حاجی. اگه تو حاجی شید هستی میگه بیا حاجی زی حج رفتن حذر کن. مزار حضرت دل را گذر کن. خدا در کعبه زیر صخره ها نیست. پیامبر گفت کو از مولانا مثال آورد که خدا در یک سنگ نجوید. خدا در کعبه زیر صخره ها نیست، همیشه با تو از تو جدا نیست. خداوندی که با او میشوی مست، زی گردن هم به تو نزدیکتر هست. خداوند میگه معذرت که گردن به شما نزدیکتره. بله درست است.